به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایی که شما دوستای گلم. خیلی خوش اومدید به یک آموزش دیگه در کانال خودتون، یعنی تسلا تویبرز. امشب میخوام دو تا آموزش کاربردی رو بهتون یاد بدم. دو تا آموزشی که خیلی به درتون میخوره برای کسایی که خونه دارن، فنی کارن، کارمندن. میخوام بهتون یاد بدم که چجوری فیش آنتن و فیش رسیوری رو به بهترین و آسان‌ترین شکل ممکن روی سیم یا کابل کوآکسیال نصبش کنید. اینجا ما دو تیکه سیم آنتن و بهتری بگیم کابل کوآکسیال داریم و در وهله اول میخوایم فیش آنتنمون رو وصل کنیم. نیاز به یک چاقوی تیز و یک کاتر داریم. مقداری از بدنه کابل کوآکسیال رو گرد تا گرد خط میندازیم، به صورت دور تا دور البته، و سیم‌های افشان دور رو جمع میکنیم و به کنار میزنیم. یک خط دور تا دور هم روی فویل میزنیم و سیم افشان رو میگیریم، به صورت خیلی تر و تمیز دور خود هسته اصلی میپیچیم. در مرحله بعد دوباره یک خط گرد دور مغزی وسط میندازیم و روکش اون رو هم بر میداریم. یادتون باشه حتما اول باید در پوش و یا درب فیش آنتن رو جا بذارید. حالا ما اینجا میایم مقداری سیممون رو کوتاه‌تر میکنیم و به این صورت خیلی تر و تمیز، می‌بینید بچه‌ها، به این صورت داخل کار جا میزنیم، پیچش رو میبندیم و این دندونه رو هم با یه انبر دست پرسش میکنیم. خیلی راحت و آسون جا خورد. فقط برای اینکه خدایی نکرده این سیم‌های افشان یک رشش حتی اگه به مغزی وسط اتصال کنه دچار قطعی تصویر میشید و یا سیگنال رو به صورت خوب دریافت نمیکنه. یک تیکه چسب اندازه یک بند انگشت جدا میکنید و روی این قسمت میزنید و حالا در فیش آنتن رو هم میبندیم. خیلی تر و تمیز داخل 1 دقیقه ما تونستیم یه کار خیلی عالی و شکیل رو در بیاریم. حالا میریم سراغ فیش رسیوری که برای ورودی آنتن و یا ماهواره است. باز هم 90% کار مثل دفعه قبل پیش میره. یک خط دور تا دور روی سیم میندازیم و روکش رو برمیداریم. شیلد ها رو کنار میذاریم. سیم افشان دور که شیلد نام داره رو کنار میذاریم. یک خط دور تا دور دوباره روی تلفن نویزگیرش میندازیم. اون زرورق رو میکنیم و دوباره هم به صورت خیلی تمیز میتابونیم و باز میایم مغزی وسط رو روکش برداری میکنیم. یک خط دور تا دور میندازیم روی مغزی وسط. یک فیش آنتن رو میگیریم و به این صورت با چرخوندنش جا میذاریم. دقت کنید که سفیدی مغزی وسط باید همتراز و همردیف این تیکه پایین رزوه باشه، به خاطر اینکه بتونه به بهترین شکل ممکن داخل کار نصب بشه. خب مغزی وسط رو هم کوتاه میکنیم. فقط یادتون باشه خیلی از دوستان رو دیدیم که این رو میگیرن پرس میکنن. این چون آهن خشکی هستش، موقع پرس شدن به سرعت شکننده و آسیب پذیر میشه. هیچ وقت این کارو نکنید. حتما از چسب لنت برق استفاده کنید و 4-5 دور لنت رو دورش میپیچید و به همین روش میکنید و کار آماده است. اینم از رخ کار. خیلی آسون داخل 3 دقیقه، کمتر از 3 دقیقه 2 تا فیش رو به بهترین شکل ممکن نصب کردیم و قراره بریم ازش استفاده بکنیم. خیلی ممنونم که همراه ما بودید تا اینجای ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. هر ویدئویی در مورد هر آموزشی در صنعت برق نیاز دارید بگید. با جان و دل پذیرا هستیم و براتون این آموزش رو ضبط میکنیم و آپلودش میکنیم. خیلی دوستتون دارم. ایام بکام. خدا نگهدار.